شعر از اجادیات استاد کمال نصرالله با نام وطن در جان. وطن جانه که در جانی من و توست، وطن نانه که در خوانی من و توست، وطن آینه ای آبی زلال است، وطن پاکی وجدانی من و توست، وطن یک پاره نوری الهی است، شب افروزی شبستانی من و توست، وطن عشق است، عشق یاری جانی است، وطن جانانه جانانی من و توست، وطن پیوسته پیک راد مردی است، به پا ایستاده پیمانی من و توست، دل او در دل ما میزند دید، وطن در خون شریانی من و توست، وطن گفتن کم است ای جان وطن باش، وطن در شانه و شانی من و توست. از یک سلام و احترام هر خاطر خورم شود، هر خوش کلام و خوش سلام جا در دل آدم شود. السلام علیکم آموزگاران عزیز و مهمانان عالی قدر، تشریف شما را به گینه رقم 2 خوش آمدید میگویم. نوری دیده تاجی سر، من زروبک و مهرنگیز خواننده صنف 4 گینه رقم 2 برای خوانندگان بالایقت ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه میباشم. من در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است در نامینیت ادبیات بچگانه شرکت ورزیدم. با اذیت کردن 11 تا داستان، 2318 مصرع شعری و زیاده از 85 کتاب، پند و ضرب المثل‌ها، چیستان تزگویک‌ها را اذیت نموده تا دور جمهوری شرکت ورزیدم. با مرور زمان در دور 4 صاحب جای نشده باشم هم راه افتاده نشدم و پیوسته برای بلند برداشتن دانشم زیادتر کتاب میخونم. اکنون با اجازت شمایان غزل را از استاد کمال خوجندی پیشکش شمایان می نمویم. گفتم ملکی یا بشری؟ گفت که هر دو. کانی نمکی یا شکری؟ گفت که هر دو. گفتم بلطافت گلی ای سرو قبا پوش، یا نیشکری یا گوهری؟ گفت که هر دو. گفتم بختی سبز و لبی لعل روان بخش، آبی خضری یا خضری؟ گفت که هر دو. گفتم به جبینی که به آن روی توان دید، یا آینه‌ای یا قمری؟ گفت که هر دو. گفتم دل مایی که ندانیم کجایی، یا دیده اهلی نظری؟ گفت که هر دو. گفتم که به یک اشوره بایزی سرم عقل، یا هوش من استم ببری؟ گفت که هر دو. گفتم زی کمالی تو چنین بیخبر و بس، یا خود جهان بیخبری؟ گفت که هر دو. تشکر زیاد بر دقتتون.